سلام عرض ادب. آقای فوک اینجا نشسته. این چهره بزرگ کمتر دیده شده. کانال امروز رو اومدیم به شما سابسکرایب یک کنید. آموزش فوق‌العاده کاربردی بدیم که در زندگی خودتان مورد استفاده قرار بدیم. این آموزش یکی از فوق‌العاده‌ترین آموزش‌های حال حاضر دنیاست. واقعا این آموزش همه چیز را داره. هیچ چیزی کم نذاشته آقای فوک. من از گروه تیمسار خط تیر فوک یا حضور پیدا کردم آموزش این رو به شما بدم که چگونه در یک چیپس را باز کنید. یک نکته اول اینه که یک دفتر باید داشته باشید که بتونید این کار رو انجام بدید. دقت کنید که دفتر حتما باید 60 برگ باشه. 60 برگ نباشه اصلا این چیز امکان پذیر نیست. حتما باید 60 برگ باشه. توی یه خودکارم باید داشته باشین. میاین روی این دفتر چی می‌نویسین؟ یه فرمول هست به اسم فرمول pH. این دفتر اینجا ببین pH. این فرمول رو می نویسید، یه علامت دو خطی یعنی مساوی قرار میدید. روی این فرمول می نویسین. یه فرمولیه که برابر ما گالاختون ضرب داره پیخان اشتران مکلان، بعدش این را ضرب داره راپاشتختلا اکامپن میکنیم. ضرب اینا در هم حاصل ضربش برابر با 0.617 یا 34513 میلی گرم بر ثانیه. اگر این رو نوشتید دستاتون خود به خود کار میکنه. این فرمول باعث میشه دستا خود به خود کنه، همینجوری میره سمت چیپس خود به خود دستا کار میکنه. خود به خود این دسته چیپس می خود به خود میاد اینجوری چیپس رو میگیری خود به خود. اصلا کاری نمیکنه، لازم نیست، خیلی غیر ارادی انجام میشه. بعد فشار خودش باز میشه و کارتون تموم شد. امیدوارم از این آموزش کاربردی لذت برده باشید. اگر این ویدیو حمایت شه ببینم که خیلی خوشتون اومده، آموزش های فوق‌العاده‌تری برای شما قرار میدم که بتونید از اطلاعات دانشمندی مثل من استفاده کنید. خسته نباشید.